Preview. اینجا دوستانی عزیز مکتب رقم 6 جماعت شهرکی کیروفی نویای بخش. من این کوچه های زیبای جماعت شهرکی کیروف. اینجا دوستانی عزیز از مرکز جماعت شهرک کیروف به سوی دایری بودایی اجینه تپه من اینجا نوشته شده است که 2 کیلومتر تا دایری بودایی اجینه تپه. تا دایری بودایی اجینه تپه 2 کیلومتر اکنون طی میکنیم دوستانی عزیز. حاضر ما در پهلوی مکتب رقم 6 جماعت شهرک کیروف قرار داریم. اینجا دوستانی عزتمند در راه من در پهلوی راهی که به سوی اجینه تپه می رویم مزار قدیمی مردمی روس‌ها و یا نمیس‌هایی که در همین جماعت شهرک کیروف زندگی کرده بودند در گذشته در زمان شوروی. من اینجا مزارشون جایگیر است. با راه چخلی که میبینیم بسیار زیبا گوارا است. طی میکنیم تا جای مکان تاریخی اجینه تپه. اینجا قریب اومدیم مدار بودایی اجینه تپه دوستانی عزیز. دوری که دیده شده در پشت من در یک مسافه دایره بودایی اجینه تپه جایگیر است. حاضر ما داخل آن را ثبت میکنیم و شما تماشا کنید لذت برین. خیلی که اینجا را دیده شدین دوستانی عزیز یک جای بسیار زیبا خوش منظره هست و در گذشته نیز این مکان در سر راه شاهراه ابریشم قرار داشت. از این راهی که حاضر ما گذشته شدیم من همین راه در زمانهای قدیم از اینجا کاروان تاجران اهالی از یک شهر به یک شهر می رفتند و برای تجارت برای کارهای گوناگون از این راه عبور میکردند و این دایره بودایی اجینه تپه نیز در سر راه ابریشم شاهراه جایگیر بود و کسانی که دین بودایی را پرستش میکردند یعنی که در این مکان توقف میکردند و خدای خود را در اینجا عبادت میکردند. و حاضر دوستانی عزیز با اینجا می رویم و شما از آثار باقی مانده این مکان قدیمه و تاریخی لذت برید. دوستانی عزیز آثار باقی مانده دایره بودایی اجینه تپه در اینجا عیان است. ما در نزدیکی پیشی در آمدگاه آن آمده هستیم. اینجا دوستان عزیز در آمدگاه مکان تاریخی اجینه تپه است. من اینجا جوی آب روان است. اینجا بسیار مکان زیبا و واقعا بسیار جای تاریخی است. من این کوپرکچه رو گذشته و سوی داخل آن حرکت میکنیم. یک طرف آن من دوستانی عزتمند یکی از درآمدگاه های این دایره بودایی اجینه تپه اینجاست. این دیوارها را ببینید که تاریخ خیلی خیلی کهن دارد و من این کریدورها یا که راهروها میگیم کریدورهای همین جا است و دیوارهای اون چطوری که اکادمیک بابا جان غفروف در کتابی تاجیکان قید کرده است در بلندی حدودی بلندی 5 متر هنوز باقی مانده است. من چطوری که میبینین دوستانی عزیز این قدر سال من دوام 1.5 هزار سال
با در زیر برف و باران هنوز آثارش باقی مانده است. دوستان عزیز، من همین آثار همون دیوارایی که 1000 سال، 1.5 هزار سال موندگی هستند. من همینجا همیا دیوار بودگی هستند. دیوار مثال در طول قدر عصر از بین رفتن، لیکن هنوز معلوم است که من همینجا کاریدوری همین است. من همین دیواروش هر یا همین کاریدورای همین من این تپه بلنده که میبینید اینجا همون مرکزی همین دایره بودگی است. من این دیواروش که 1.5 هزار سال باز پا برجاست. این مکان زمانی همچون دایره بودایی برای مردمی بود پرست. دایره بودایی اجینه تپه دوستان عزیز، شما میتوانید معلومات از کتاب اکادمیک بابا جان غفورов از شاهسر تاجیکان معلومات بگیرید و یا که در صفحه های اینترنتی نیز در این باره هست. اینجا برای آن اجینه تپه میگویند. خیلی که گفتیم از اینجا مردم محلی در سالهای تقریبا سالهای 40 وقتی که در همینجا یکی از اهالی محلی در این مکانی ویرانه چاروای خود را میچراند و یکی از قسم زمین در اثر برف و باران سوراخ میشود و از آنجا چشم همون بودایی که از همینجا 12 متر بود یافتند عیان میشود و اون پسر بچه میترسد، میگوید اینجا چی باشد، گفته رفته به اهالی محل میگوید و آنها میگویند اونجا مکانی اجینه هاست و خیلی که معلومه شناخته و آموزگاری ورزیده جمهوری تاجیکستان خیلی که وزیر ما در بالا قطعش همراهش صحبت کردیم درباره اجینه تپه. باز دیگر روایتی را گفتند که وقتی که شبانگاه از استخوان انسان اگر در جای پرفتگی بیا بسیار باشه و هنگام شب از سببی که در ترکیبش فسفر است میدرخشد، روشنایی میدهد و این مکان همین خیلی در شب روشنایی میکنه. در کدام جایی همینجا باشد که این حال عیان نیست، آثار آن باقی نیست، بعد همون روشنایی را میبینن و در شبانگاه بعد میگه اونجا اجینه هاست، مکانی اجینه هاست، اجینه تپه. و همین روایت ها سببی نام گرفتن اجینه تپه نام گرفتنی اینجا میشود. یعنی که این مکان تاریخی از همون سالهای 1940 نامی اجینه تپه رو میگیرد. تا این وقت این مکان از زمان کوشانیان در اینجا ارزی وجود داشته است. من اینجا مرکز همین دایره بودگی است. من اینجا چیکار میبینید تپه بلند، این تپه مرکز همین جای تاریخی است. از شما تماشا میکنید بزنی برین و نگاه کنید اینجا مرکزی همون آنها چیکار که میبینید. این مکان تماشا بینان محترم 100 متر به 50 متر را تشکیل میدهد. من از جای بلندی عیان است اینجا یک مکان زیبایی هست که در اینجا در زمانهای خیلی قدیم خیلی که در بالا گفتیم همین خیلی مکانی عبادت بوده است و اینجا مردم انا از همین راهی که از این طرف شما میبینید همون هم از همین طرف راهی بوده است که منطقه از شهر بلخی که امروز افغانستان است که اون زمان همچون مرکزی مردمی تاجیکان از اونجا به این طرف، یعنی که این راهی که شرق و غرب رو به همه پیوست از اینجا میگذشت. من شکل عمومی اون اینجا باز جایی چی الان اون طرف من هر یکی من همین تپه را اهمیت بتین دوستان عزیز. من همین خیلی کاریدور است،
خیلی هم کاریدور است و هر یک کدام همین خانه الوهیده، یعنی من همینجا یک مثال یا اتاق 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 اتاق از اون طرف، بعد بینش کاریدور، بعد با اینجا کاریدور. من خیلی ممکن که اینجا هم اتاق بودگی است. بعد کاریدور این طرف میگذره، کاریدور این طرف میگذره، باز از اینجا معلوم است که راه جای راه گذر است با اونجا اتاق. خلاصه که خیلی جای اتاقای زیادی داره. اجینه تپه امروز دوستان عزیز در موزه ارمیتاژ شهر سانت پتربورگ فدراسیون روسیه محفوظ است و شما توسط اینترنت میتوانید که آن را تماشا کنید. با همو حرفای لاتینی میچینین از یا روسی خطی همونجا تماشا میکنین. در موزه همونجا بازیافت‌های اجینه تپه با معرض تماشا گذاشته شده است و اون بودی کلانترینه که از حدود آسیای مرکزی میوبند از همینجا میوبند که آن 12 متر و چند 80 چند سانتی متر است. در خاطرم ساز نیست. او بود امروز در آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار دارد و یعنی که بسیار جالبی دقت و خاطرمان آنی است که هرچی نباشد این مکان تاریخ و مدنیت مردم این سرزمین را افاده میکند و چی طوری که اکادمیک بابا جان غفورov میگوید تاریخ ملت همچون شمع است و بکوش که آن دائما فروزان باشد. یعنی که آثار تاریخی، یادگاری های تاریخی را ما دوستان عزیز باید اهالی عموما همین تاجیکان باید همون بازیافته را حفظ کنند. اگر حفظ کنند آنها مدنیت و فرهنگ خود را حفظ میکنند و حفظ مدنیت و فرهنگ هستی ملت اساس میگذارد. این برای هستی ملت و برای دلیل، یعنی که دلیل میشود برای هستی ملت و تاریخ و تمدن قدیمه داشتن ملت همین یادگاری تاریخی و زبان و فرهنگ و رسم و آیین و همه همینا اساس میشوند. دلیلش همین است که بعد یک ملت همچون ملت در عرصه جهانی شناخته می شود. دوستان عزیز خیلی بلند است اینجا خیلی بلند است. ما در ویدیویی که در گذشته پرفته بودیم در اون ویدیو همون چرا پرفته بودیم رسمی صورتوی از همین جای یافته شده ارخئولوگ های شناخته بوریس لیتوینسکی و تامارا زیمن که در این باره نیز کتاب نوشتند، اثر نوشتند. ما این را از همینجا صورتاشو در ویدیوی پیشینه پرتفتیم که شما تماشا کنین. هم بازیافته شده پرتفتیم که شما تماشا کنین دوستان عزیز. انا از همینجا همون باستانشناسا ارخئولوگا از همینجا همون بازیافته را یافتگی بودند. از همینجا این دیوار را ببینید دوستان عزیز. این دیوارها زمانی نیست یک کمی رستوراسیون شدگی بود ولی امروز همون بر اثر برف و باران همین من این باقی مانده دیوارها دوستان عزیز.